موتورسیکلت هوندا آفریقا توین 1100 سی سی جدیدترین موتورسیکلت پلیس ایرانه. این موتورسیکلت تاریخچه‌ای از پیروزی‌های پی در پی رو در رالی داکار در کارنامه خودش داره. اما چرا این موتورسیکلت تبدیل شده به یکی از بهترین موتورسیکلت‌های آفرود جهان و چرا پلیس ایران این موتورسیکلت رو انتخاب کرده؟ در قلب هوندا آفریقای توین 1100 سی سی یه موتور دو سیلندر موازی قرار داره که توانایی تولید 105 اسب بخار رو داره. این موتور 4 زمانه است و 8 سوپاپه و از سیستم آبخنک استفاده میکنه. به طور خاص موتورش رو برای شرایط آفرود و جاده‌های ناهموار بهینه کردن. در این موتور گشتاور بالا در دورهای پایین و متوسط باعث میشه که در مسیرهای سنگلاخی و پرپیچ و خم موتورسیکلت بتونه به راحتی حرکت کنه. علت انتخاب آرایش سیلندرهای موازی به دلایل فنی و عملیاتی خاص این موتور برمیگرده. این نوع چینش سیلندرها در موتورسیکلت‌های آفرود معمولاً به چند تا دلیل انتخاب میشه. یکیش ابعاد فشرده و طراحی ساده است و یکی دیگه‌ش هم پایداری و توزیع وزن بهتره. از طرفی این نوع چینش باعث میشه که گشتاور بالا در دورهای پایین قابل استفاده بشه. دقت کنید که اگر چینش به صورت موازی باشه هزینه کمتری داره و ساختار هم ساختار ساده تری میشه که برای شرایط سخت گزینه بهتریه. وقتی هم که از نوع موازی استفاده میکنیم موتور پایداری بهتری داره و ارتعاشات کمتری تولید میکنه. همه این عوامل با هم باعث میشه که این موتور دوام خیلی خوبی هم داشته باشه. در هوندای آفریقای توین 1100 سی سی از یک سیستم تعلیق بسیار پیشرفته استفاده شده که باعث شده که در جاده‌های ناهموار عملکرد خوبی رو داشته باشه. طراحی بدنه و ارگونومی هوندا آفریقا هم سبب میشه که راننده توی سفرهای طولانی اذیت نشه. مخزن سوخت این موتورسیکلت هم یه مخزن سوخت 18 لیتریه که کمک میکنه موتورسیکلت بتونه در مسیرهای طولانی با کمترین میزان نیاز به سوختگیری حرکت کنه. سیستم ترمز هوندا آفریقا هم از نوع ترمز دیسکی هیدرولیکی با سیستم ضد قفله. ترمزهای دیسکی جلوش از نوع 322 میلیمتریه و دیسک عقبش هم 250 میلیمتریه. این ابعاد بزرگ دیسک ترمز کمک میکنه که در شرایط سخت راحت‌تر بشه باهاش ترمز گرفت. هوندا آفریقای توین 1100 سی سی به مجموعه مختلفی از تکنولوژی پیشرفته الکترونیکی مجهزه که یکی از مهمترین اونها سیستم کنترل کشش خاص اونه که در شرایط لغزنده و یا در شرایط آفرود کمک میکنه که بشه موتور رو راحت‌تر کنترلش کرد. هوندا آفریقای توین 1300 سی سی با طراحی و قابلیت‌های خاص خودش یکی از بهترین موتورسیکلت‌ها برای عبور از موانع سخته. موتور دو سیلندر این موتورسیکلت به همراه سیستم تعلیق پیشرفته قدرت و کشش لازم رو برای عبور از مسیرهای سخت و سنگلاخی به اون داده. این موتورسیکلت به راحتی جاده‌های پرپیچ و خم، مسیرهای خاکی و زمین‌های دشوار رو رد میکنه. شاید به خاطر همینه که پلیس ایران این موتورسیکلت رو برای استفاده در شرایط سخت انتخاب کرد.